شما مرا که می‌دانید در کلیسای چشمه حیات توسط کشیش سپهر در تاریخ 31 جولای 2022 انجام شد. سر پا بایستیم، خدا رو شکر کنیم برای این ایام زیبا. انجیل متی فصل 16 آیاتی را برای شما می‌خوانم. عیسی مسیح هنگامی که از آیه 13 به نواحی قیصریه فیلیپوس آمد، از شاگردان خود پرسید، گفت مردم مرا که پسر انسانم چه شخصی میگویند؟ بدو گفتند بعضی تو را یحیی تعمید دهنده مینامند، بعضی تو را ایلیای نبی میدانند، بعضی میگویند تو ارمیایی، بعضیا میگویند یکی از انبیاست. و عیسی بلا فاصله به ایشان گفت شما مرا که میدانید؟ شما مرا که میدانید؟ و میخوام تمرکز کنیم امشب در مورد این سوال عیسی مسیح. این سوال امروز از من و شماست. اومدید کلیسا، خدا رو شکر، ایمان آوردید، خدا رو شکر، پرستش میکنید، خدا رو شکر. عیسی سوالش اینه، شخص تو مرا که میدانی؟ و عزیزانی که در ویدیو ما را میبینن، این سوال مال شما هست. عیسی مسیح از شما، خانواده شما میپرسد تو مرا که میدانی؟ پس دعا کنیم و اجازه بدیم روح القدس همه ما را و کلیسا را در اینجا برکت بده و مکاشفه کنه برای ما. خدا من شکر میکنیم در نام عیسی مسیح. کلامت را به هر برکت الهی و آسمانی مبارک بساز در قلب‌های ما، در نام پرجلال مسیح، تا آن حقیقت، آن واقعیت، آن نگاه آسمانی را در مورد عیسی مسیح در دلهای خود دریافت کنیم، تجربه کنیم. به اسم عیسی مسیح آمین. بفرمایید. اگر به شرایط امروز دنیا نگاه بکنید، هر کسی در یک موقعیتی، در یک جایگاهی ایستاده و حالا مثبت یا منفی خیلی پررنگ شده. دیکتاتورها بیشتر از نسل‌های قبلی الان پررنگتر در صحنه هستند. سیاستمدارها، جنگ افروزها خیلی پررنگترن و مشخصن. دیگه دنبال این که بگیم حدس بزنیم کی دنبال جنگه، کی دنبال خرابیست، تشخیصش خیلی ساده است. میبینیم که چه دولتی در چه مملکتی برای ملتش چه خیانتی و یا چه کار مثبتی داره میکنه. اینا دیگه خیلی مشخصه. و این شرارت دنیای ما شدت گرفته، پررنگتر شده و انگار که دارن با همدیگه رقابت میکنن. انگار دولت ها شدن مثل گانگسترها، مثل گنگ ها که دارن تسویه حساب با همدیگه میکنن. شدن آلکاپون، شدن آرسل لوپنی که هر گنگی داره حاکمیت خودش رو جلوتر میبره و نمیدونیم دقیقا کی با کیه، کی چی کار میکنه. و در این قسمت یک جامعه‌ای که از یک جایی بیرون اومده، از یک شرایط بیرون اومده، حالا پناهنده است، حالا پناهجوه، حالا آواره شده، حالا مهاجرت کرده، هر چی که هست، بالاخره از یک شرایطی در اومده و میخواد وارد یک شرایط دیگه بشه. میبینه تمام دنیا انگار زیر دست همین گنگستر هاست، فقط منطقه فرق کرده و همه دارن یک جوری کار میکنن. چند نفر فیلم گادفادر رو دیدید؟ همتون دیدید. حتما عزیزانم در ویدیو تایید میکنن که دیدن این فیلم، که هر گانگستری، هر گادفادری برای خودش یه منطقه‌ای داره و آدمای خودش رو داره و طرح‌های خودش رو داره و ما در اینجا باید بیستیم و بدانیم که خداوندا تو با من
در این نسل و در این شرایط تو با من چی کار داری؟ آمین؟ من که نمیتونم وارد این گنگ ها بشم، من که نمیتونم با اینها هماهنگ بشم. برادر درس دادن نمیتونم هم شکل دنیا بشم. وقتی که نمیتونی هم شکل دنیا بشی، گنگسترها، گادفادرها تا به دندان مسلحن و هر منطقه رو زیر کنترل خودشون دارن. اونا در شرق، اونا در غرب، اونا در اروپا. خب خداوند وضعیت ما چیه اینجا؟ و اینجاست که خداوند دعوت میکنه برادر و خواهر عزیزم، برای اینکه تو بدانی نقش تو در اینجا، در این دنیا چیست و چقدر تو در نظر خدا پررنگی و مهمی، اینه که تو باید ابتدا خودت رو بشناسی. آمین. خودت رو باید بشناسی، باید بفهمی که رؤیای خدا برای من و شما چیه امروز، دعوت خدا از ما امروز چی هست. و بدانید همونقدر که شرارت در نزد شما پررنگه، ایمان شما در نزد خدا پررنگتر است. آمین. او در آسمان به شما به عنوان عضو و مرید و امت و پیرو و طرفدار و اینجور چیزها نگاه نمی کند. خدا از آسمان شما را به عنوان فرزند خود نگاه می کند. خدا از آسمان من و شما را به عنوان چشم خود، مردمک چشم خود نگاه میکنن و کلام خدا میگه اسم شما نه فقط در دفتر حیات بره نوشته شده، بلکه بر کف دست خدا نوشته شده است. آمین. پس اینجا دعوت خدا اینه که برادر و خواهرم خودت رو بشناس، خودت رو دریافت کن، خودت رو بازیافت کن، بدان که مأموریت تو چی هست. و در این صحنه نگاه میکنیم که چقدر این اتفاق به برکت و قوت در زندگی شاگردان جاری میشود. عیسی مسیح اینطور سوال میکنه: شاگردان، به من بگویید که مردم مرا که پسر انسان هستم که میدانند. به این سوال خوب دقت کنید. مرا که پسر انسان هستم مردم که میدانند. و سوال عجیبه، اما توش یک نکته خیلی عمیقی داره. مثل اینه که من برگردم، منی که شبان این کلیسا هستم، من کیستم؟ مرا که میدانم؟ خب آقا شما که گفتید شما شبان کلیسایید. عیسی مسیح یک رمز بزرگی رو میگه و اون رمز اینه که برادر و خواهرم، شما قبل از این که مردم بدانن شما کی هستید، شما باید خودت بدانی که کی هستی. آمین. زمانی که شما بدانید کی هستید، آن وقت اون چی که نظر مردمه شما رو تحقیر نمی کنه، شما رو پایین نمیاره، شما رو نمیشکنه. عیسی مسیح میگه من به یقین میدانم که من پسر انسانم، من کلمه زنده هستم که از آسمان آمدم، وارد جسم شدم و پسر انسان نامیده شدم و در میان شما دارم زندگی میکنم. من این رو میدونم. شما مرا که میدانید، مردم مرا که میدانند. و این که بشناسیم عیسی مسیح کی است در زندگی ما، این به مسیح چیزی رو کم و زیاد نمیکنه. این که مردم دنبال خدا برند چیزی رو از خدا زیاد یا کم نمیکنه، بلکه این در رابطه با خودشونه. این مردمن که باید بدانند عیسی مسیح کیه توی زندگی اونها. و اینجا عیسی مسیح میگه مردم مرا که میدانند.
و دقیقا مطلب مهم اینه که زمانی که شما میخوای خودت رو دریافت کنی، خودت رو بشناسی، کوالیتی، کیفیت و ارزش خودت رو دریافت کنی، مقام و جایگاهت رو دریافت کنی، باید ابتدا بفهمی که چه چیزی در درون تو داره زندگی میکنه. آمین. چه عیسایی داره در تو زندگی میکنه، چه اقتداری داره در شما زندگی میکنه. مردم میگن ما عیسی را یک پیغمبر اولوالعزم میدانیم. کوالیتی و کیفیت تو در سطح یک پیرو پیغمبره، تا همین قدری. عده‌ای میگن ما عیسی مسیح را یک فیلسوف میدانیم، یک مرد اخلاق میدانیم. کوالیتی شما در سطح یک مرد اخلاقه، در سطح یک فلسفه است. از کوزه همان برون تراود که در اوست. امروز شما نگاه بکنید در ایران، در مملکت ما، مردم رفتن آقا انرژی مثبت، انرژی مثبت، همه افتادن دنبال انرژی مثبت، نمیدونه چی میگه. افتادن توی چیزهای جدید، یه انرژی از یک کره‌ای در یک جایی میره به یک ماهی، بعد از ماه میره تو کجا، انرژی درمانی و سایر چیزها. اما دوست عزیز، تو کیو توی درونت داری؟ در درون کوزه زندگی من چی داره زندگی میکنه؟ اینجاست که عیسی مسیح میگه کلیسا تو باید دقیقاً بفهمی من کیستم در زندگی تو. چه عیسایی تو زندگی توه؟ عیسایی که فقط موعظه میشه، عیسایی که فقط شفا میده، عیسایی که فقط نصیحت میکنه، عیسایی که فقط حال تو یکم خوب میکنه، یا عیسایی که شیر سبت یهودا رب الارباب عیسی مسیح خداوند است؟ هللویا. یا کلمه زنده خداست. اگر تو میگی عیسی پیغمبر است، کوالیتی خودت رو داره پایین میاری، داره خودت رو در سطح یک پیرو پایین میاری. اگر میگی عیسی مسیح نویسنده است، یعنی تو یک خواننده ای. اگر میگی عیسی مسیح یک مرد اخلاق است، یعنی تو یک پیروی، پیرو مکتب دکارت، ماکارنکو، سقراط و عیسی، یک مرد فلسفی. و اینجاست که شما نمیتونید دوام بیاری در این دنیایی که گرفتار گادفادر هاست. بله، در این دنیایی که گانگسترها دارن حکومت میکنن، اقتصاد دنیا دست اونهاست، نان، نفت، برق، آب، تمام شریانهای حیاتی تو دست گانگستر هاست. برادر و خواهرم، باید کوالیتی و کیفیتت بالا بیاد. فرار کردی از شرق اومدی به غرب، فرار کردی از امریکا رفتی به کانادا، از کانادا بلند شدی رفتی کجا؟ هر جا که بری آسمان همین رنگه. تو باید کوالیتی و کیفیت خودت رو بالا بیاری. آمین. آمین. هر که گریزد ز خرابات شام، بارکش غول بیابان شود. از ایران در اومدی تو ترکیه گیری، از ترکیه در اومدی تو اروپا گیری، از کمپ ها در اومدی تو همین یونایتد استیت گیری. باید کوالیتی و کیفیت خودت رو بالا بیاری. تو باید بالا بیایی. و اینجاست که کلام خدا داره میگه کلیسا چه انرژی در توست، چه اقتداری در توست، کی در تو داره زندگی میکنه. من کیستم برای تو. دعوتتون میکنم خواهر و برادرم، عزیزانی که در ویدیو هستید، هر کجا هستید، در این ماه بیستید و بگید کیست در من داره زندگی میکنه. برای چی کلیسا میرم؟ کدوم خدایی رو میگم خدا؟ چه روحی، چه روانی، چه تفکری در من داره کار میکنه؟ اتاق فکر من کجاست؟ ازدواج منو کی داره راه میبره؟ آینده منو کی داره راه میبره؟ یک کشیش؟
یک آخوند، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک روانشناس، یک مشاور خانواده. و میخوام به شما بگم گادفادرهای این دنیا حریف همه اینها میشن. شما اگر مقامت، اگر شما پولت، شما اگر امکاناتت، شما اگر سوادت، شما اگر تجربت رو اعلام بکنی، شریر از اینها نمیگریزد. بلند بگو آمین. شما برگردید بگید من میلیونرم. شریر برای گادفادرهای این دنیا، برای میلیونرها خیلی چیزها دارن. خیلی کشورها هستن میگن ما به اختلاسگرها، ما به راندخارا میگیم ولکام. بهشت دوستها شدن. اگر مولتی میلیونر بشی برای تو، اون شریر یا گادفادرها میتونن باید کار کنن. تنها راهی که هست هویت من و شما باید عوض بشه. آمین. هویت اقتدار باید بیاد. اینجاست که عیسی مسیح به تأکید میگه حالا اگر مردم منو پیغمبر میدانن، مردم منو اولوالعزم، هر چی میدانن، پتروس، یوحنا، یعقوب، اعضای کلیسای لایف اسپرینگ، مسیحیان این عصر که مینالید از گادفادرها، مرا شما که میدانید. شما به من بگو من کیستم برای تو، اون وقت من به تو میگم که تو کیستی برای این دنیا. برای که بفهمی تو در رابطه با این گادفادرها و گنگسترها چه اقتداری داری، ابتدا تو به من بگو من کیستم، من چه نقشی دارم تو زندگی تو. من فقط دعای اول صبح تو هم، من فقط موضوع انشا و موعظه تو هم، من فقط اون جاییم که کم آورده بگی الهی سپردم به تو، من فقط زمانیم که بچت مریض شد اسم منو رو سرش ببری، من گارسون تو هم، من کارگر تو هم، من نوکر تو هم، که هر وقت کم آوردی ما رو مثل این چراغ جادو دست بکشی، ما بگیم سرورم چه میخوایی، ما برای تو اینو اونو بکنیم. نه، من میخوام تو زندگیت یا نباشم یا اگر هستم شاه شاهان رب الارباب باشم. آمین. من میخوام یا نباشم یا اگر هستم خداوند و نجات دهنده و فدیه کننده گناهان تو باشم. آمین. من نمیخوام یک رابطه گرفرندی بوی فرندی دوستانه داشته باشیم با هم دیگه. من نمیخوام همینطوری با هم دیگه راه بریم. من نمیخوام شما مرید من باشید، نوشته هامو لایک بزنید، بخونید، قلب بفرستید، بوس بفرستید. من اینو نمیخوام. یک دختر به یک پسر همین رو میگه، میگه من نمیخوام گرفرند تو باشم، من میخوام ازدواج کنم، من میخوام زندگی کنم، من میخوام خانواده تشکیل بدم. یه پسر به یه دختر این رو میگه من میخوام زندگی کنم. و چقدر بیشتر خدا برمیگرده میگه سپر، من نمیخوام برای تو یک رابطه رمانتیک باشم که تو فقط بگی هاللویا. من میخوام سرور تو باشم، من میخوام فرمان بدم، من میخوام تو رو هدایت کنم، من میخوام تو رو به کار ببرم. من طرحی دارم و در این طرح میخوام تو همکار من باشی، تو مردمک چشم من باشی، من تاکم تو شاخه باشی. آمین. من میخوام معبد بنا کنم، تو سنگ زنده باشی. من سنگ زاویه هستم، کورنرستون. من گچ و آهک و شن و ماسه نمیخوام، من سنگ های زنده میخوام تا معبد خدا را بسازم. هاللویا. آمین. من به رفیق احتیاج ندارم، من به کسی احتیاج ندارم که بیاد کلیسا بگه زنده باد زنده باد. من به همکار احتیاج دارم که سر این میز رو بگیره و با من راه بیاد. آمین. اینجاست که با اقتدار میستد، به باجگیر میگوید برخیز،
و مرا پیروی کن. به کنار دریا میره، به پتروس میگه پتروس، یوحنا، اندریاس، یعقوب، دنبال من بیایید. و وقتی عیسی مسیح میگه دنبال من بیایید، این پیغام عیسی مسیح این نیست که دنبال یک شخص اولوالعزم و یک شخص رهبر و یک شخص کسی برید. نه، میگه دنبال طرحی برای اقتدار خودت بیا. آمین. من میخوام تو رو تبدیلت کنم. آقا که میای اینجا درس میدی، آقا که میای اینجا موعظه میکنی، خانم که میای اینجا گوش میکنی، شما چیزی به من اضافه نمیکنی. من دعوتت کردم که تو ای پتروس که ماهیگیری، که گرفتار 5 سیرنونی، من میخوام تو صیاد مردم بشی. هللویا. من میخوام تو شخصی بشی، تو زنی بشی که از پیغام تو، که از نبوت تو دیگران برکت بگیرن، که تو بلند کرده بشی، که تو مریم مجدلیه‌ای بشی که بتونی در همین دنیای اسیر گادفادرها پیغام داشته باشی و بری و به مردم بگویی او برخاسته است. بری و در سامره مردم رو جذب کنی. آمین. برادر و خواهرم، در این ماه وارد این پیغام بشید، بایستید و بگویید نه من، بلکه آن که در من است. اون رو دریافت کنید، عیسی مسیح رو دریافت کنید، به اون اعتراف کنید، به جان خودتون بگید ای جان من، عیسی مسیح نه فقط امام من، نه فقط پیغمبر من، نه فقط کشیش من نیست، عیسی مسیح خداوند من است. او شاه شاهان من است، اون مرکز اقتدار من است، اون نجات دهنده من است و او تصمیم گیرنده زندگی من است. پتروس و تو برادر و تو خواهر، مرا که میدانی؟ پتروس برمیگردد میگه که من نمیدونم مردم چه نظری دارن، اما من اعلام میکنم تویی مسیح پسر خدای زنده. هللویا. من اعتراف میکنم. و عیسی مسیح میگه حالا که تو فهمیدی من کیم تو زندگیت، من به تو میخوام بگم تو کیستی در این دنیا. و برمیگرده به اون میگه که بعد از این اسم تو پتروس است. پتروس یعنی صخره. هویتش عوض شد. و عیسی مسیح گفت روی چنین اعترافی، روی چنین یک اقتداری، روی چنین یک صخره‌ای من کلیسای خود را بنا می‌کنم. آمین. من کلیسام رو اونجایی میگذارم که تو تبدیل شدی، هویت تو تبدیل شد. و میخوام به شما بگم خواهر و برادرم، به محضی که اقتدار و هویت روحانی خود رو بازیافت کردیم، خدا کلیسای خود، خانه خدا را توی درون من و شما خواهد گذاشت. روی اعتراف و خواهید دید که اگر قرار است کسی بترسد، این شیرها از آقای دانیالن که باید بترسد و نه دانیال از شیران. شما به این صحنه نگاه بکنید. ما تمام فیلم هایی که دیدیم، تمام عکس هایی که دیدیم، شیر سلطان جنگل است، شیر غرش می کند، شیر دارای اقتدار است، شیر صداش که بلند میشه فیل ها فلج میشن. اما در یک جا شیر رو مثل بره میبینیم. همین شیر مقتدر، همین شیر وحشی، همین شیر درنده وقتی در مقابل دانیال میستد تبدیل میشه به بچه گربه. و اگر اسم کسی در اون صحنه باید خراب بشه، اسم دانیال نیست. قربانی در اونجا دانیال نیست، قربانی شیرها هستن. تنها جایی که شیرها نازنازی و گوگولی مگولین همون جای شیران است. چرا؟ چون یک نفر هویت خودش رو در خدا پیدا کرد. چون دانیال فهمید که فرزند خداست و اعلام کرد و در رو باز کرد و گفت بله خداوندا.
آن که در من است بزرگتر از آن است که در این دنیاست. در این دنیا گادفادرها هستن، گنگسترها هستن، به مقام رسیدن، به امکانات رسیدن، ثروتها دستشونه، اسلحه دستشونه. میخوام به شما بگم هیچ کدوم هیچ چیزی نمیتونن بر علیه یهوه خدا بلند بکنن. آن که در ماست بزرگتر از آن است که در این دنیاست. آمین. آمین. و رمز همینه. پتروس به من بگو من کیستم برای تو تا من به تو بگم تو کیستی برای این دنیا. برادر و خواهرم، اگر شما میترسید، اگر نگرانید، اگر این گانگسترها میلرزانن آیندم، مملکتم، زندگیم، به خاطر این نیست که اونا قدرتمندن، به خاطر این که شما هنوز نمیدونید به چه اقتداری، چه ملکوتی، چه قلمرو الهی و آسمانی وصلید. ولی اونهایی که کشف کردن با اقتدار رفتن و فهمیدن و کار خدا تو زندگیشون به گونه دیگه اجرا شد و شرایط خودشون رو عوض کردن. دقت کنید به این خاتمه پیغام. با تمام دردهایی که فرعون گذاشت، درهای بسته، زنجیرها، زندانها، اسارتها، بندها، 430 سال اسارت، یک نفر خودش رو در خدا بازیافت کرد. یک نفر به حضور خدا رفت به اسم موسی و گفت خداوندا من کیستم؟ خدا گفت مهم نیست تو کیستی، مهمه که من با تو هستم. چند نفر گرفتید پیغام؟ اصل داستان اینجا شروع میشه. اصل تبدیل نگاه شما به زندگی اینجا شروع میشه که خدا میگه سپهر خیلی ترسیدی چون سپهر رو در مقابل اینها دیدی. موسی به خاطر این ضعیفی، به خاطر این برادر تو اوکلاهاما داری میلنگی، خواهر داری رنج میبری چون تو میخوای عمل کنی، اما موسی من با تو هستم. بعد از این به مشکلت نگو من سپهر، من علی، من حسین، من شغلم این، من پولم این، من کانکشنم این. نه، اینو نگو. برو بگو احیه یهوه خدا در اینجا ایستاده است و مسیر زندگی عوض شد. و اینا داستان نیست، اینها قابل تکرار و تجربه است. چند نفر حاضرید این رو تجربه کنیم به نام مسیح؟ آمین. تو زندگی شخص شما قابل تکرار و تجربه است. کن فیکون کرد، دریا را به هم زد، از صخره آب آورد، از آسمان نان بارید، آبهای تلخ ماره شیرین شد، عمالق زمین افتادند. چرا؟ چون یک نفر گفت تو یهوه خدای من هستی. و خدا گفت اگر من یهوه خدای تو هستم، تو هم مردمک چشم من هستی. هللویا. آمین. کلیسا تو بگو خدا برای تو کیست، اون وقت خدا به تو میگه که تو برای دنیا کیستی. اون وقت قدرت تو رو نشون میده. من نگاه میکنم به شخص دیگه، آقای یوسف. آقای یوسف با اون شرایط افتادی تو چاه، برادران نامردی کردن، هموطنا اومدن پولتو خوردن، زیر پاتو زدن، فرش زیر پاتو کشیدن. نه در غربت دلم شاد است، نه روی در وطن دارم. هر جا رفتیم بیگانه و دوست همه با هم دیگه زدن بریدن. خداوند چیکار کنم از این برادرای نامرد؟ حالا نه فقط تو چاه انداختن، در آوردن میفروشنش، به فرقه اسماعیلیه میفروشن، به بردهداری میفروشن برادرشون. بعد میره تو غلامی، بعد میره خونه فوتیفار، بعد گرفتار زن فوتیفار میشه و بعد میره تو زندان میفته. و تمام این مراحلی که شما تو زندگی این آقا نگاه میکنید، اگر تو خودت رو نشناسی، اگر یوسف خودش رو در خدا نشناسه و نقش خدا رو تو زندگیش نشناسه، ببینید چی میشه دنیا.
آمارها همینه، فروپاشی ها همینه، طلاق ها همینه، معتادها همینه، فحشا همینه، از ایمان ترک کردن همینه. اینجاست، چون نمیدونه خدا تو زندگیش کیه و نمیدونه او در خدا کیه. و اینجاست که دنیا داره نابود میشه و گادفادرها، گنگسترها اینجوری دارن حکومت میکنن، اینجوری دارن مردم رو نگه میدارن، چون میدانن که مردم نمیدانن کی در اونهاست و اونها در کی دارن زندگی میکنن. این رو نمیدونن. برای اینه که هروئین ساده تر از انجیل، ارزان تر از انجیل تو دست مردم. برای اینه که شما میتونید هر گونه عقیده‌ای داشته باشید، هر گونه کاری بکنید، هر کاری بکنید، از همجنس بازی، از سایر چیزها به آزادی انجام میشه، اما انجیل به آزادی انجام نمیشه. چرا؟ چون او به تو، انجیل به تو میگوید تو در خدا کیستی و خدا در تو کیست. و این رمزه. و اینجاست که یوسف، مردم در عنوان یوسف در این مسائل یا درگیرند یا دیپرسند یا در اعتیادند یا در الکلند یا در بدبختی‌اند یا در جنگند یا در دعوا هستند. یه مدتی میرن پیش این گادفادر، از این فرار میکنن میرن پیش اون گادفادر، از اون فرار میکنن میرن پیش اون یکی، از این بره قفس به اون بره قفس، چون نمیدونن. اما یوسف میدونه. یوسف قبل از این که وارد این ماجراها باشه رؤیایی از خدا میگیره. اسم یوسف رو میگذارن صاحب رؤیا. برادر و خواهرم، این باید تو زندگی من و شما به وجود بیاد و شما برسید به اون جایی که صاحب رؤیای خدا تو زندگیتون باشید. آمین. و اینجاست که یوسف میگه من رؤیایی دارم، بافه های برادر من یک روزی در مقابل بافه های من زانو خواهند زد. من میدونم مقصد چیه، من میدونم خدا داره چی کار میکنه، بنابراین من میستم، چه در چاه، چه در غلامی، چه در زندان، چه در وسوسه طاقت میاره، چون میدونه هویتش چیه، چون میدونه کارش چیه. خواهر و برادرم، باید بدونی چرا در این ازدواجی، باید بدانی چرا در همین شهری، چرا در این موقعیتی. وقتی که دونستی شرایط زندگی من و شما عوض میشه. آمین. و در اینجاست که آقای یوسف میفهمه اگر درها بسته است، اگر قحطی است، اگر بیچارگی است، اگر وسوسه است، ولی من میدونم من کی هستم. من اراده خدا، من طرح خدا، من کلید خدا، من در خدا برای سیلوهای گندم در زمان قحطی مصر هستم. بلند بگو هللویا. من اون رو ایمان دارم و تو باید به این برسی. بگی نمیدونم 2022 یا 25، ولی من میدونم که من به عنوان یوسف یک روزی در قله های گندم را به روی مردم قحطی زده باز خواهم کرد. باز خواهم کرد. مردمی که در قحطی عاطفن و سایر چون یوسف خودش رو پیدا کرده و کلام خدا میگه در نهایت یوسف در سیلوهای گندم را به روی مردم باز کرد. تو چرا نه خواهرم؟ تو چرا نه برادرم؟ من چرا نه؟ استدعا میکنم همینجوری سرتون رو پایین نذارید، روزمرگی نکنید، شنبه رو دوشنبه، دوشنبه رو پنجشنبه، جمعه رو یک شنبه، یک شنبه رو یک شنبه دیگه نکنید، سپتامبر رو نمیدونم دسامبر نکنید، ژانویه رو نمیدونم به جولای نرسونید. بایستید و بگید امروز آخرین روز ماه جولای، نقش من چیه؟ من کجا رو باید تسخیر کنم؟ من کجا رو باید تاثیر بگذارم؟ من چی رو باقی مونده تا انجام بدم؟ عیسی گفت پتروس تو صخره ای، و پتروس صخره شد، چون پتروس عیسی رو به عنوان خداوندش پذیرفت. هر چقدر خدا در درون
زندگی من مقتدرتر باشد، من و تو برای دنیا مقتدرتر خواهیم شد. آمین. هر چقدر خدا در بین ما، در درون ما سطحی‌تر، الکی‌تر، محدودتر، فقط یک شنبه، فقط موعظه بشه، شریر بر ما پیروزی بیشتر پیدا میکنه. من میخوام دعوتتون کنم برادر و خواهرم، روی این آیه بایستید و خودتون سوال کنید عیسی برای من کیست؟ دقیقا من عیسی رو کی میدونم تو زندگی؟ خدا چه نقشی تو زندگی من داره؟ و اینجاست که برکت شروع میشه، فصل جدید شروع میشه. فصل جدید این است که همین آقای پتروس، همین آقای متی باجگیر، همین آقای قاتلی به اسم سولوس زندگیشون عوض شد و در مقابل دنیای شرارت زده در اقتدار ایستادن و شرایط را عوض کردن. آمین. عیسی برای شما کیست؟ عیسی تو زندگی شما چه نقشی داره؟ کلام خدا انتخاب چندم شماست تو زندگی. فکرهای مسیح فکر چندمه. رابطه شما، ملاقات با خدا تو زندگی شما ملاقات چندمه. دوم، سوم، به کارامون برسیم، بعداً با خدا ملاقات کنیم. سر صبح که بیدار میشید اول تکساتونه، اول ببینیم بچم چی گفت، رفیقم چی گفت، دنیا چی گفت، بعد به شوهرم صبحانه بدم، بعد به زنم صبحانه بدم، نمیدونم چی کار کنم، کار انجام بدم، سر کار، بعد وقت کنم با عیسی کلامه بخونم. آیا این هست؟ میخوام به شما بگم هر چقدر حضور خدا در زندگی شما اولتر باشد، پیروزی شما در این دنیای شریر زده اولتر خواهد بود. آمین. سر پا بایستیم. هللویا. به این سوال دقت کنید. و عیسی پرسید شما مرا که میدانید؟ شما مرا که میدانید؟ کلیسا روی این بیست. عزیزان در ویدیو هر جا که هستید روی این بیستید و به این سوال عیسی مسیح با تمام اقتدار جواب بدید. عیسی برای شما چیست؟ شما عیسی را که میدانید؟ این توازن رو در زندگی من و شما عوض میکنه، این مرزها را عوض میکنه، این حدود را، این محدودیت ها را جا به جا میکنه. عیسی برای من و شما کی؟